نگاه خواهشو داری برو بزن تو گوش این نفری که ازت 4 تا پله بالاتر باشه. تو خواه اونو نداری. میدون چرا؟ توی خواه میداشتی نمیزد تو گوش اون بچه، ضعیف کشی نمی کردی. آخه فهمیدی که اون بچه اینجا تو این کشور غریب کسی رو نداره میزنی تو گوشش. باز بنازم به غیرت اونایی که اون اطراف واسطادن دارن نگاه میکنن. فقط اینو بهت بگم بچه جون، کارما چیز بدیه. یه روزی یه جایی یکی پیدا میشه چنان میزنه تو گوشت که دیگه نتونی پا بشی. ضعیف کشی خوب نیست، اینو برا خودتون داشته باشی.